این خونه $90,000 از لامبورگینی بیشتره، پس یه جورایی انتخاب درستی کردی. به خاطر تو و همینطور تیمت من و خانواده‌ام میتونیم اینجا رو داشته باشیم. من هیچ وقت نمیتونستم حتی تو خوابم همچین چیزی رو ببینم. خب دیگه بریم سراغ نفر بعدی، داره ماه عسل میشه. چالش بعدی بر اساس قدرت فیزیکیه. در ازای هر ثانیه‌ای که از بارفیکس آویزون بمونه من بهش $100 میدم. واسه اینکه بهتر بفهمی اگه بتونی 10 دقیقه آویزون بمونی، اون وقت من باید بهت $60,000 بدم. دیوید میخوام زیر پاتو بکشم. حله خدای من. $300 $400 $500 $800 درست همینجا $6,000 کاسب شدی. آره الان دیگه نمیتونم پاهمو خیلی حس کنم. درست $10,000 گیرت بیاد خوب میشی. میگم کارل خیلی داره بهمون ضرر میزنه، یکم انگولش کن. کارل نه لطفا. وقتشه بیای پایین داداش. میخورن. الان که بیافتی خوگیدی که زیرتش قمصور شد. به نظر خودت چند ثانیه دووم آوردی؟ به نظرم تا ابد طول کشید. در واقع تونستی 2 دقیقه و 25 ثانیه دووم بیاری. یعنی $15,000 کاسب شدی. این رفیقمون چون سابسکرایبر ما بود $15,000 برد. پس شما هم اگه ساب نکردید همین الان بکنید. چند تا از این گردن بعدا میتونی بخری؟ 100,000 تایی بشه فکر کنم. فکر کنم ریاضی تو افتادی. کارل بابا بله این چیه؟ احتمالاً